قضیه قاتلای الهه خیلی مشکوکه. بیاید یه خورده اصلا کارگاوازی دراریم. به خط پشت گردن قاتل نگاه کنید، تمیز و صاف، انگار همین دیروز آرایشگاه بوده. کسی که 10 روز کل ایران دنبالشن، به نظرتون انقدر ریلکسی که پاشده رفته آرایشگاه؟ جدا از اون میگن میرفته قهوه خونه و قلیون میکشیده، حتی فرارم نکرده. نه، مشخصاتی هم که ازش دادن این بوده که در شرف طلاق بود و اهل مشکین شهر بوده و با ماشین داداشش توی تهران مسافرکشی میکرده. میگن هیچ خونه‌ای تو تهران نداشته، توی ماشین یا قهوه خونه شبا میخوابیده. این قضیه بوداره دیگه. میدونید چی بیشتر منو به شک میندازه؟ اینکه چهرهشون هم نشون ندادن. بعدش با این همه دوربین الهه پیدا نشده، یهو چی شد؟ اصلا یه شبه هم جنازش پیدا شد هم قاتل. جدا از همه اینا نمیدونم میدونید یا نه، اگه اون مردم قاتل باشه، خانوادش واسه اعدام اون مرد باید 800 میلیون بدن، چون مقتول زن و قاتل مرد. این قضیه واسه من به شدت پر ابهامه. اگه کسی دلیل قانع کننده ای داره حتما کامنت کنه، اگه که نه بگید که شما هم با من هم نظرید.